سلام دوستان، یک ویدیو رو با دقت ببینید بعد من توضیح میدم. درود دوستان، شبتون بخیر. امشب اومدیم تست اومگای شرکت فور اور و اومگایی که از داروخونه گرفتیم به اسم اومگای آمریکایی تست کنیم. یه لحظه بی زحمت میایین روی لیوانم. این یونیتای داخل لیوان حکم همون چربیایی که داخل عروق ما رو داره. هم ببینیم حالا اومگایی که آمریکایی از داروخونه گرفتیم و اومگای شرکت فور اور چه تفاوتی با هم دیگه داره. از لحاظ حجم خودتون ببینین حجمشون چقدر با هم دیگه فرق داره. حالا میریم تستش کنیم. این اومگای داروخونه نه اومگای شرکت فور اور. مشاهده میکنه که در کمتر از 100 ثانیه اومگای شرکت فور اور اون چربی که داخل قلب و عروقه باز میکنه و خیلی خصوصیتایی داره برای مفاصل. خب این تبلیغ کپسول اومگا 3 فور اور آمریکا رو دیدید. اصلا چنین دارویی وجود نداره تو دنیا که بتونه رسوبات چربی چسبیده به رگ‌ها رو پاک کنه. اگر چنین چیزی بود که اصلا هیچ عمل جراحی انجام نمیشد، آنژیوپلاستی انجام نمیشد و با یه کپسول اومگا 3 همه مشکلاتشون حل میشد و این همه سکته‌های قلبی و مغزی نداشتیم. پس لطفاً با دقت بیشتری به این تبلیغات توجه کنید و اومگا 3 که یونولیتو در واقع توی آب حل میکنه، خب بعضی از روغنا این کارو میکنه، بعضی از اسیدهای چرب یونولیتو حل میکنه، حتی روغن نارگیل، روغن موتور ماشین هم این کار انجام میده. ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم چربی های داخل رگها هم با این کپسول پاک میشن. نه، بعضی از داروها مثل آسپرین، ویتامین B3 و استاتین ها اینا میتونن مانع بیشتر رسوبات چربی بشن، اما حل کردن چربی امکان نداره و این فقط یک بازاریابی بیش نیست و چه بسا اومگا 3 های خود ایرانی بهتر از فور اور عمل کنن و مفیدتر باشن. بهتره با دقت بیشتری در خرید مکمل هامون این کار انجام بدیم.